این یکی از عجیبترین جاده‌های دنیاست. جاده‌ای در فرانسه است که روزی 2 بار ناپدید میشه. جاده گوئیس 4.5 کیلومتره که خلیج برنف رو به جزیره نورموتیه متصل میکنه. به طور طبیعی این جاده روزی 2 بار موقع بالا اومدن جزر و مد در آب غرق میشه و تا 4 متر زیر آب میره و ناپدید میشه. مردم فرانسه تنها چند ساعت محدود میتونن از این جاده استفاده کنن. مردم محلی اکثرا ساعت‌های استفاده از این جاده رو میدونن، ولی تابلو و پنل‌های مخصوص هم در اطراف جاده زده شده تا در صورتی که توریست‌ها زمان استفاده از این جاده رو نمیدونستن بیخبر از اونجا عبور نکنن. چند بار هم پیش اومده که مردم در وسط این جاده ناگهان بین جزر و مد و موج‌ها گیر افتادن، اما خوشبختانه برج‌های نجاتی وجود داره که افراد میتونن به بالای برج‌ها برن و منتظر کمک یا پایین رفتن آب باشن. این جاده گردشگران زیادی رو به خودش جذب میکنه و جاده خاص و منحصر به فردیه که در هیچ کجای دنیا مانندش نیست. برای دیدن پست‌های جذاب پیج فکروز رو فالو کنید.